این عکس متعلق به بانو جمیله صدیقی کسمایی که از فرهنگیان پیشرو گیلان بود و در سال 1282 در رشت متولد شد. پدرش محمد صدیقی معروف به صدیق الرعایا والی صومعه سرا بود و پدر بزرگش حاج صالح نیز از محترمین فومنات بود که مسجد صالح آباد رشت منسوب به نام اوست. جمیله صدیقی در سال 1300 شمسی کار فرهنگی خود را آغاز کرد و از طریق مشارکت در پایه‌گذاری جمعیت پیک سعادت نسوان اقدامات دامنه‌داری را در پیوند با آگاهسازی بانوان گیلان در پیش گرفت. او در سال 1302 به اتفاق شماری از زنان همفکر خود دبستان 6 کلاسه پیک سعادت نسوان را در محله بادی‌الله رشت تأسیس کرد و خود شخصاً مدیریت این دبستان را بر عهده گرفت. جمعیت پیک سعادت نسوان به روایتی در سالهای 1300 تا 1302 تأسیس شد. این مجمع به مدیریت خانم روشنک نودوست شکل گرفت. این گروه آثار مولیر را که یکی از انجمن‌های رشت به نام فرهنگ به نمایش می‌گذاشت برای بانوان اجرا می‌کرد. این مجمع مجله پیک سعادت نسوان را نیز منتشر می‌کرد. کلیه درآمد این مجمع به مصرف تأمین بودجه مدرسه سعادت نسوان و انتشار ماهنامه وزین پیک سعادت نسوان می‌رسید که هر 2 ماه یک بار و با هدف دفاع از حقوق زنان ایران چاپ و نشر می‌شد. و محل اداره‌اش نیز در مدرسه سعادت نسوان واقع در قسمت غربی سبز میدان رشت بود. فریدون نوزاد در کتاب تاریخ نمایش در گیلان اینگونه می‌نویسد: عده‌ای از این خانم‌ها افکار تند انقلابی و کمونیستی داشتند و به همین علت نیز این مجمع فرهنگی و هنری چون دیگر مجامع گیلان با سیاست روز مخالف تشخیص داده شد و برای همیشه تعطیل گردید. صدیقی با تبدیل دبستان مزبور به دبیرستان 9 کلاسه پیک سعادت همچنان در سمت مدیریت این آموزشگاه به خدمات فرهنگی خود ادامه داد و در سال 1315 مسئولیت اداره دبیرستان را به ایراندخت نویدی کسمایی از دیگر اعضای جمعیت پیک سعادت نسوان واگذار کرد. بعدها در سال 1324 دبیرستان پیک سعادت نسوان رشت به همان نام در اختیار دولت قرار گرفت. جمیله صدیقی در ادامه خدمات فرهنگی خود برای اولین بار در رشت به تأسیس کودکستان شمس اقدام کرد و مدیریت این کودکستان را که در کوچه سینما سعدی فعلی رشت واقع بود تا سال 1327 عهدهدار شد. او در زمان وزارت فرهنگ علیاصغر حکمت مفتخر به دریافت مدال و تقدیر وزارتی شده بود. صدیقه به خاطر فعالیت‌های سیاسی که داشت از سال 1315 تا سال 1320 در زندان‌های رشت و تهران محبوس بود. وی به دنبال ترور شاه در بهمن 1327 و بعد از آن که حزب توده به انجام این ترور متهم شد، طی حدود 3 سال در تهران زندگی مخفیانه داشت و نقش شده که به کمک سروان خسرو روزبه از رهبران سازمان نظامی حزب توده به آلمان پناهنده شد. صدیقی چند سالی در آلمان شرقی به سر برد و سپس در کشور شوروی به برادر خود محسن صدیقی کسمایی که مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مسکو بود ملحق شد. جمیله صدیقی در مسکو به فعالیت در بیمارستان مشغول شد و سرانجام در سال 1362 درگذشت. مدفن جمیله صدیقی کسمایی در کشور روسیه و شهر مسکو قرار دارد. یادش گرامی.